با راه ماندن مرکزهای کسب آموزی و مساعدت با آموزش زنان و بانوان از تدبیرهای مهم حکومت مملکت محسوب می‌یابد که در تمام منطقه‌های کشور راه اندازی می‌گردد. در شهر تورسونزادا نیز با تشبث رهبری مقامات اجرایی حکومت دولتی و دستگیری صاحبکاران محلی مرکز کسب آموزی فعالیت می‌نماید که در برابر با جای کار دائمی تامین نمودن زنان و بانوان خانه‌نشین زیاده از 100 نفر را به کسب آموزی فرا می‌گیرد. در این مرکز طول 3 سال باز فعالیت دارم. در این مرکز برای آموزش کسب‌های گوناگون سعی و تلاش دارم. تا امروز 36 نمود اختصاصی که کسب آموزی با جلب کرده می شود با سرتیفیکات شهادتنامه کسبی تامین کرده می شود. امروز در شهر تورسونزادا یک نقطه‌ای که سیخ دوزندگی کشاده شد، این هم باشه عالم چکن‌ها به نام گرفتن. امروز در این نقطه 30 نفر دختر و زنان به شغل و کسب آموزی هم باز با کار جای کار تامین کرده شد. ما در سیخ دوزندگی نوکشاده شده عالم چکنها با کار جلب کرده شدیم. ما در اینجا برای روز استقلالیت زنهای خانه‌نشین همه با چکندوزی و قراقی و دوپیدوزی و همه کارها مشغول هستیم. ما باید که سهم خودمان را در جشن استقلالیت همون گذاریم. در اینجا دخترهای شهر تورسونزادا را ما با چکنها با پاپور دختر آموزانده ایستادیم. تأسیس جایهای نوی کاری، رشد هنرهای مردمی، کسب آموزی و فعالیت مرکزهای تعلیمی کلانسالان از زمره دستور سپارش‌های سرور دولت میباشد که به مسئولین ساحه واگذار گشته است. در رابطه با این جهت زیاد نمودن کورس‌های آموزشی برای کلانسالان، جلب بیشتر اهالی به کسب، به خصوص بانوان و جوانان به کسب آموزی در شهر تورسونزادا چاره‌های مشخص اندیشیده می‌شود. رئیست اگنتی مهنتی شغل اهالی شهر تورسونزادا ما زنهای خانه‌نشین رو به جای کار تامین کردند. ما میندارگی خود رو بیان میکنیم. زنهای خانه‌نشین که همه در خانه بیکار بودند امروز همه به صاحب کار شدند و با معاش خوب تامین میباشیم. و چقدر هنرهای با مردمی رو به نوشاگردان یاد داده ایستادم. همه خرسند از این کار بود. همه با معاش خوب تامینند، روزگارشون نقد رفته ایستاده است. میندارگی خود رو به سرور دولت بیان میکنیم. در این مرکز نفران به کار جلب گشتند که قبلا در مرکزهای کسب آموزی هنرهای مردمی را از خود نموده بودند و امروز میتوانند آزادانه فعالیت نموده همزمان به دیگران آموزانند.